که یک شپلاق آبدار از معلم خوردی. اونجا که مادرم زیاد میگریست، در خونه زیاد آدم بود و من همون حالت احساس کردم که یعنی که من از چیز از این پس از چیز دشواری میکشم. من نه اونقدر درک احساس داشتم که مکتب اینترنت چیست و با مصلحت همین چند نفر همکاران پدرم با مادرم که مصلحت کرده بودن در صنف 2 بودم، در صنف 2 میخوندم. من رو با مکتب اینترنتی رقم 1 نوحیه رودکی سپردن. وقتی من بر اونجا رفتم گویا که همه درباره من گپ زده ایستادن که وای صغیر است، گویا که همین گونه هر نفر هر گونه نگاه میکردن. بسیار دشوار بود برای من. ما نداشتیم همومی که مثلا آوازی کنیم، مثلا برای تازه آزادانه نگاه داشتن یعنی که بدنی خویش. ساعت 5 بود پدیا میگفت معلم همه را از خواب میخیزان. اگر که همون رخت خوب است که اگر که کم ترک ناجا جا به جا گذاری مثلا همون ادیال رو اینه که یک شپلاق آبدار از معلم میخوردی. من قریب هر سحر شپلاق میخوردم. نهاری ما چگونه بود؟ نهاری ما اینه که کساک نان بود، مایده خورد بود و مثلا ما چای بسری نمیخوردیم. شاید که مادر من مبلغ نداشت که مثلا رفته من رو از مکتب اینترنت به خونه بیارد. یعنی که همین 86 نفر یتیمی کل یک نیم یتیم بودن نفری که مثلا پورا یتیم بودن. یعنی که اون نفران رو بیبیشون یعنی که با مکتب اینترنت میبرد. بودن نفری که لباسی نداشتن پوشند. از اون نفر من هم بودم. از بیناهای بلند اشیانه می رفتم و بلند می گفتن که شیر دبین. مثلا از شیرای همسایه‌مان رو طول 3 روز می فروختم، 1 روزش رو خودم می گرفتم.